اساس دو گوسفند یا اینکه یک تا هم می شود سوال دادند؟ عق رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الحسن والحسین کبشن کبشن. یعنی در این روایت حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام حسن و حسین دو تا گوسفند کشته چون که آنها پسر بچه هستند. و در دیگر حدیث ام کرز میگوید که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن العقیقة قال عن الغلام شاتان و عن الجاریة شاتون. در این حدیث ام کرزین با میگوید که از یک غلام، این غلام به معنای اینجا پسر بچه، از نام پسر بچه دو گوسفند کشته می شود و از نام دختر بچه یک گوسفند. لیکن در حدیث سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم از حسن یک تا گوسفند کشته اند. این یکی از مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش است که چون که الله سبحانه و تعالی پیامبر را همچون رحمت برای عالمیان و جهانیان فرستاده بود. پیامبر بعضی چیزها رو انتخاب میکرد که خودش میتوانست همون رو عملی کند، لیکن برای دلسوزی برای امتش بعضی چیزها رو سبک میگرداند که بعد وفات او مردم و امتش عذاب نکشند. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم کمبغل رو و بوی رو همه طبقه مردم رو در نظر میگرفت تا که عذاب نکشند. برای همین یعنی که میتوانند که اگر حتی پسر هم تولد شود یک گوسفند رو ذبح کنند. درست فهمیدم؟ بله. از همین حدیث، از حدیث سوم فهمیده میشد که علما گفتند کسی که توانایی دو تا گوسفند رو در حق پسر بچه ذبح کردن نتواند، میتواند که یک تا گوسفند رو ذبح کند. این اصل سنت پیامبر را تطبیق کردگی است. لیکن کسی که توانایی بسیار دارد و قدرت دو تا ذبح کردن را دارد، این سنت پیامبر را پره و کاملا عملی نموده است. یعنی فرق بین سنت اصلی و سنت کاملا همین که کسی که یک گوسفند را از نام پسر بچه ذبح کند، این به سنت پیامبر عمل کرده است. اما کسی که دو گوسفند را از نام پسر بچه میکشد، این هم به سنت عمل کرده است و هم سنت پیامبر را با نیز کامل کرده است. از همین خلاصه حدیث همین که کسی که یک تا گوسفند را از نام فرزند پسرش میکشد، ان شاء الله به سنت عمل کرده است و درست میشود، یگان باقی ندارد، جایز است. تشکر زیاد. الله از شما راضی باشد. ابو عبدالله بهترین روشنی انداختید و به طرز خیلی خوب و عادی و ساده به مردم ما، به تماشابینان ما شما این خب خلاصات آن را گفتید و واقعا سنت را